سلام. توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چجوری میتونیم روش انتگرالگیری زوزنقه‌ای رو توی مطلب پیاده سازی کنیم. اول همون کدای مرسوم می‌نویسیم clear all، بعد یه فانکشن تعریف میکنیم که خروجیش میشه هسته به اسم زوزنقه. این فانکشن یه سری ورودی میگیره، اولی f که همون fx مونه، بعدی a کران پایین، b کران بالا و n که توی مسئله بهمون میده. خب ما توی این قاعده زوزنقه‌ای یه h داشتیم که اینجوری محاسبه میشه b منهای a تقسیم بر n. چه قاعده زوزنقه‌ای؟ میایم جمع این جملات رو می‌نویسیم، فقط فرقش اینه که جمله اول و آخر خودشونن، جملات وسط دو برابرش. خب یه متغیر s تعریف میکنیم که همین جمع جملات. جمله اول خودش رو می‌نویسیم f ایول f o. این تابع f ایول تابع f رو از ما میگیره و یک ورودی، این ورودی رو میده به این تابع، خروجیش رو حساب میکنه و به ما برمیگرده. حالا واسه نوشتن جمع جملات اون وسط یه حل میزنیم i از 1 تا n منهای 1. جمله 1 تا جمله n منهای 1. خب x رو محاسبه میکنیم، میشه a به علاوه h ضرب در i. x صفرمون میشه a، x یکمون میشه a به علاوه h، x دومون میشه a به علاوه 2h و همینجوری الاخر تا b. خروجیمون، خروجی f به ازای این x میشه g، حالا s رو به علاوه g میکنیم. در انتها جمله آخری هم می‌نویسیم s میشه f ایول f به ازای b. خب اینجا رو به دست آوردیم، حالا مونده ضرب در h دوم. انسرمون میشه s ضرب در h تقسیم بر 2. حالا یک مثال پیدا میکنیم تا بهش یه سری ورودی بدیم و جوابش رو با اون چک کنیم. خب کران پایینمون 0، بالا 1، اینم 5، تابع x2 به علاوه 1 زیر رادیکال. این که تابعمون اینه، یعنی لاین فانکشن تعریف میکنیم sqrt x به توان 2 به علاوه 1. کران پایینمون 0، کران بالا 1، اینم 5. حالا این فانکشن رو به جای این ورودی ها اجرا میکنیم، تهش هم سمیکالن نمیذاریم تا خروجیشو به ما نشون بده. 14 14. خب جوابی که به ما داده به نظر صحیح نیست، پس جوابش برابر با 1/15. آها، اینجا جملات وسط رو به علاوه 2 برابر اون جملات میکردیم. البته به علاوه 2 برابر اون جملات کردن یک جوریه، میگیم که جملات وسط رو 2 برابر میکردیم، جملات اول و آخر رو دسته میزدیم، بعد مجموع اینا رو حساب میکردیم. اینجا اون 2 برابر کردن
کاملش کنم. خب یک مشکل دیگه هم که هست اینه که جمله آخر رو با اون جملات قبلیش جمع نمی کنیم. این هم حل کردم. خب همین جوابی که اینجا گفته به دست اومد. این نرم افزار ضبط صفحه به مشکل خورده. خب 1.15.02 ما دست آوردیم. حالا این تغییرش بهتره. حالا یه مثال دیگر رو حل کنیم. ای به توان x به توان 2. این رو تست نکردم که جواب میده یا نه. الان امتحانش میکنیم. ای به توان x به توان 2. خب از 0 تا 2 نمیشم 4. از 0 تا 2 نمیشم 4. خب به ما خطا برگردون not enough input to inline function. این اگه بخوام به صورت anonymous function تعریف کنم x خب مشکل اینه که توی برنامه نویسی ما نمیگیم ای به توان x. اینجوری نمی نویسیمش، می نویسیم xp 20 64 46. خب این خروجیش چنده؟ 16 20 64 45 داریم 46 رو دست آوردیم که مقدار واقعیش هم برابر اینه. درست همون مقداری که اون به دست آورده دست آوردیم. اگه این نش رو زیاد کنیم مثلا 10 بزنیم بریم به مقدار واقعیش آیا نزدیک میشه 17 16 نزدیکتر شد. 20 اگه بذاریم 16 63. حالا اگه قسمت صحیحش که همون شد قسمت اعشاریش یعنی متفاوت 16 53 16 45 یه همینجوری هرچی اینو بیشتر کنیم به اون عدد جواب اصلی نزدیکتر میشه. مثال دیگه شو دیگه امتحان نمی کنم. این بود از ویدیوی من. خدا نگهدار.